سلام بیننده گرامی، امروز چهارشنبه 28 اکتبر است و ساعت به وقت شهر پراگ رساده. حالا فرصتی نشر سرخطی خبرها فرا رسید. من عبدالله اشرف هستم و در چند دقیقه دیگر آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را که تا این لحظه دسترسی ما شد منظور شما می‌سازم. در تاجیکستان ستاد کاری اوید به پیشگیری و برطرف‌سازی قرضداری مزد مهنت تأسیس یافته و جلسه نخستین آن روز 27 اکتبر دایر شده است. وزارت مهنت آمار قرض معاش در تاجیکستان را ذکر نکرده است و تنها گفته است حالت‌های سری وقت پرداخت نگردیدن مزد مهنت کارمندان تشکیلات‌های علاهیده در جمهوری مشاهده می‌شود که تشویش‌آور است. تشکیل ستاد و برگزاری نخستین جلسه آن در حال صورت می‌گیرد که روز 26 اکتبر شیرافگان خواجه قولوف کارمند بخش بی‌خطری فرودگاه بین‌المللی شهر دوشنبه با تیر سلاحی در دست بودش در جای کار خودکشی کرد. نزدیکان خواجه قولوف میگویند که او 9 ماه باز معاش نگرفته است و از این رو افسرده بود، اما مأموریت فرودگاه ادعا دارد که معاش خواجه قولوف پوره پرداخت شده بود و سبب قصد جان خود کردن او را عین زمان دادستانی نقلیات تفتیش دارد. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه اعلان کرد که تا 30 اکتبر حرکت ماشین‌ها را در راه‌های مرکزی پایتخت از جمله در چهارراه‌های رودکی بخارا، رودکی شاه تیمور، باختر تهران و تهران شیراز محدود می‌کند. این وضعیت را به آمادگی به پرد حربی در میدان دوستی شهر ربط دادند. مشق‌ها هر روز ساعت 6 بیگاه آغاز می‌شوند. روز 30 اکتبر در دوشنبه جلسه یکجایی وکیلان مجلس نمایندگان و اعضای مجلس ملی تاجیکستان برگزار خواهد شد. قرار است در آن امامعلی رحمان همچون پرزیدنت نوی تاجیکستان سوگند یاد کند. انتخابات اخیر پرزیدنتی در تاجیکستان روز 11 اکتبر برگزار شد. کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان گفت که امامعلی رحمان در مقایسه با 4 نامزد دیگر رای بیشتر به دست آورد و بار پنجم رئیس جمهور شد. مخالفان در داخل و خارج تاجیکستان نتیجه های آوازدهی را نپذیرفتند. امامعلی رحمان از سال 1992 به این طرف در سر قدرت است. مخالفان حکومت او را به سرکوب دیگر اندیشان و محدود کردن آزادی های سیاسی و دینی و آزادی بیان متهم میکنند، اما جانبدارانش بنیاد راه ها و نیروگاه های بزرگ را حاصل فعالیت های رئیس جمهور میدانند. دانشجویان خارجی که در روسیه تحصیل میکنند با ارسال یک نامه باز به عنوان حکومت روسیه درخواست کردند که به آنها اجازه ورود به کشور و ادامه تحصیل داده شود. دانشجویان در نامه نوشتند درس‌های فاصله‌ای که دانشگاه‌ها پیشنهاد میکنند به طلبات تحصیل جوابگو نیستند. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه هنوز در آغاز ماه سپتامبر وعده کرده بود که این مشکل در فرصت‌های نزدیک حل می‌شود، اما محدودیت‌های وابسته به وبای کرونا ویروس در روسیه دوباره سخت‌تر شدند. گروهی از دانشجویان ازبک که در دانشگاه‌های روسیه تحصیل می‌کنند به عنوان حکومت روسیه نامه فرستاده خواستار اجازه ورود به خاک این کشور شدند. ما باید به تحصیل عنعنوی برگردیم. میان ما دانشجویانی هستند که اختصاصشان اجازه نمی‌دهد تحصیل فاصله‌ای صورت بگیرد. ما دسترسی به آزمایشگاه‌ها و کتابخانه‌های ویژه نداریم. درس‌های تجربی دسترس نیستند. برخی ها با این سبب ها نمی‌توانند کار دیپلمی و دیسرتاسیون حمایت کنند. آمده است در این نامه را دانشجویان از ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان و کشورهای دیگر امضا گذاشتند. تلاش‌های دیپلماتی برای پایان دادن به جنگ بین ارمنستان و آذربایجان برای قره‌باغ کوهی اوج می‌گیرد. پیشتر از این سازش آتش‌بسی که با میانجیگری آمریکا به دست آمد رعایت نشد و دو طرف همدیگر را به شکستن عهد متهم کردند. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا از ارمنستان و آذربایجان خواست مناقشه را از راه دیپلماتی حل کنند. حکومت روسیه خبر داد که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین روز 27 اکتبر هنگام صحبت تلفنی با همتای ترکش رجب طیب اردوغان با او گفته است با راهبران دو کشور تماس داشته است و چاره‌ها برای هرچه زودتر رسیدن به سازش آتش‌بس و فرونشاندن تنش اندیشیده می‌شوند. بعدی آغاز جنگ بین آذربایجان و ارمنستان در روز 27 سپتامبر بار دوم است که ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان تلفنی صحبت می‌کنند. حالا نگرانی زیاد است که مناقشه در قفقاز به قلمروهای وسیع‌تر نکشد، چون ترکیه با آذربایجان همسایه‌اش کمک می‌کند و روسیه با ارمنستان سازش نظامی دارد که در صورت حمله به آن روسیه باید با آن حتما کمک کند.
مولود چاوشاغلو وزیر امور خارجه ترکیه و سرگئی لاوروف همتای روسی او هم دایر به مناقشه قره‌باغ کوهی صحبت تلفنی داشتند. لاوروف در این گفتگو مسئله به منطقه مناقشه آوردن زرخریدانی جنگجو را برداشته است که گویا ترکیه از سوریه به اینجا میفرستاده است. وزارت امور خارجه روسیه در یک بیانیه رسمی گفت که دو طرف به ضرورت سازش پایدار آتش بس و راه حل دیپلماتی نزاع تاکید داشتند. روز 27 اکتبر گزارش رسید که بین نیروهای ارمنستان و آذربایجان خط مرز و نزدیک به قلمرو ایران درگیری‌های شدید به وقوع پیوسته است. بینندگان ارجمند، در آغاز برنامه امروز یادآور می‌شوم که از دیروز جمهوری چک به وقت زمستانه گذشت. از این به بعد برنامه‌های رادیو آزادی، نوید بامدادی، سرخط خبرها و اخبار آزادی به وقت تاجیکستان و روسیه 1 ساعت دیرتر از وقت معمولی پخش می شود. بیننده ارجمند، ما هر لحظه خبر و حادثه های تاجیکستان و جهان را پیگیری می کنیم. در برنامه اخبار آزادی شما را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان آشنا می سازیم. برنامه اخبار آزادی ساعتی رسا 5 به وقت دوشنبه در کانال آزادی ویدیو و سامانه رادیو آزادی www.azadi.org مستقیما نشر می شود و هم ثبتش را هم می توانید آنجا ببینید. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده همراهی کنید.